هموطنان گرامی، بینندگان و شنوندگان عزیز در هر کجای جهان که هستید، خوب و تندرست و کامروا باشید. با برنامه دیگر در رابطه با دموکراسی و زیر مجموعه‌هایش از مجموعه برنامه‌های ندای زاگرس خدمتتون هستم. امروز به بحث بسیار مهمی خواهیم پرداخت که به باور من به صورت جزئی و دقیق کمتر به اون پرداخته شده. اگر دموکراسی رو در ساده ترین تعریف خودش حکومت مردم بر مردم بپذیریم، خب نصف جامعه ما، نصف مردم ما و مردمان جهان زن هستند و در این بین داینامو و موتور محرکه هر جامعه‌ای جوانان هستند. بر همین اساس امروز من در خدمت یک فعال و کنشگر سیاسی اجتماعی سرکار خانم دلنیا پیری هستم. خانم پیری مسئول اتحادیه جوانان دموکراتیک کردستان ایران در خارج از کشور هستند. خانم پیری، از اینکه دعوت من و همکارانم رو قبول فرمودید واقعا سپاسگزاریم. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خیلی خیلی خوش اومدیم به برنامه ندای زاگرس. سلام بر شما آقای کاوه آهنگری عزیز. منم خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و اینکه امیدوارم دوستانی که برنامه رو همراهی میکنن در هر جایی که زندگی میکنن به دور از مریضی کرونا و شاد و تندرست باشن، به ویژه عزیزانی که در داخل ایران ما رو همراهی میکنن. خب موضوع خیلی مهمی رو انتخاب کردید. امیدوارم بحثی که داریم هم به همون اندازه مفید و کارساز باشه. من در خدمت شما هستم. خیلی ممنون. من هم آرزو میکنم هموطنانمون از واقعا بیماری کرونا به دور باشن، به ویژه که یک دولت مسئول، حکومت مسئول رو ندارن و این میزان فاجعه رو بسیار بسیار بیشتر کرده. حالا از کرونا دور بشیم، برگردیم به این موضوع بسیار جذاب. اینکه خانم پیری شما هم همچنان که اشاره کردم، اگه دموکراسی رو به عنوان حکومت مردم یا تجلی اراده مردم، حالا در ساحت قانونگذاری، در ساحت اجرای قانون در نظر بگیریم، خب نصف جامعه بشری، نصف جمعیت ایران زنان هستند و از سوی دیگه هم جوانان این موتور محرکه و به حساب فاکتورهای سازنده و پیشبرنده سیاست‌ها، ایده‌ها یا خلاقان یک جامعه هستند. حالا اگه برگردیم به بحث حاکمیت، بحث قدرت، نظرتون در رابطه با مسئله مشارکت زنان و جوانان در رابطه با حکومت، یعنی اگر نصف جامعه بشری رو که زنان هستند در نظر بگیریم، پس پراکتیزه کردن و تحقق حاکمیت نصف جامعه بر خود، یعنی خب میگیم حکومت مردم بر مردم، خب این مردم نصفش که زنه، این زنان چگونه میتونن بر خودشون حکومت بکنن یا در حاکمیت حضور داشته باشن؟ نظر شما را ابتدا از اینجا جویا بشیم و بعد وارد مسائل دیگه میشیم.
ببینید آقای آهنگری، تو وقتی که از مردم حرف میزنیم، خب مردم کی هستن؟ زن و مرد این مردم رو تشکیل میدن. خب همینجوری که اشاره کردی، دموکراسی یعنی حاکمیت مردم بر مردم. خب وقتی که زنها در این حاکمیت نباشن، پس میشه حاکمیت مردها بر کل جامعه. خب این دیگه دموکراسی نیست. دموکراسی یعنی اینکه زنها، جوانان و همه قشرهای جامعه بتونن در این سیستم حاکمیت و این تشکیل جامعه سهم باشن و در ایجاد جامعه دموکراسی به اندازه هم حق و وظایف داشته باشن. خب وقتی که زنها وجود نداشته باشن، دیگه نه حرفی از حقایق زنان وجود داره و نه اصلا دموکراسی وجود داره. خب اگه الان بازم برگردیم به خود ایران، در داخل ایران یک سیستم دیکتاتور که اصلا به حق زنها اعتراف نمیکنه و اصلا باور نداره و حتی اصلا به دموکراسی باور نداره و خودش هم فکر کنم اصلا این ادعا رو نداره، زنها در این جامعه، در این سیستم نه تنها حق و حقوقی ندارن، بلکه اصلا اشاره به دموکراسی، اشاره به حقایق زنان ممنوعه و همینجوری که خودمونم میبینیم در داخل ایران عاقبت خیلی بدی رو به همراه داره، از اعدام گرفت. در پرانتز میتونم یک سوال دیگه بپرسم در همین بحث؟ خب یک سری تعدادی زن وجود دارن در دستگاه سیاسی، در حاکمیت، در معاونت حساب وزرا، رئیس سازمان‌های سراسری، پارلمان. اینو چجوری شما دقیقاً اشاره به چیز خیلی خوبی کردید. اصلا زنان وجود دارن، ولی این زنانی که وجود دارن در زیر یک سیستم مذهبی دارن کار میکنن. خب اون مذهب این اجازه رو نمیده که من زن اون حقی که باید داشته باشم و داشته باشم. زنی که اصلا نمیتونه حق انتخاب داشته باشه به طوری که باید و شاید در جامعه و در سیستم حاکمیت حضور داشته باشه، نمیتونه حضور داشته. پس این چه دموکراسی میتونه باشه؟ به نظر من این اصلا وجود این تعداد زنی که در این حاکمیت وجود دارن نمایشی بیش نیست و اصلا در زیر این قوانینی که خودشون حرف میزنن و بهش باور دارن نمیتونن صدای من زن باشن در داخل ایران. و اصلا این خیلی واضح هستش. ببینید وقتی که اصلا انتخابات میاد و اینا برای خودشون با مردم خودشون حرف میزنن که من این کارو میکنم، این وعده رو میدن، این وعده رو میدن، بعد از انتخابات اصلا حالا شده یک زن در داخل این سیستم صدای من زن باشه در داخل ایران نبوده. پس این نمایشی بیش نیست. در واقع یک استفاده ابزاری از زن برای تحقق یا پراکتیزه کردن سیاست‌های، حالا من حتی میگم میشه گفت مرد سالارانه، ولی واقعا مرد سالارانه به اون معنای حالا نصف دموکراتیکش هم نیست، چون بالاخره اگه مردها هم به صورت آزاد و سکولار، به صورت آزادانه میتونستن زندگی بکنن در این نظام سیاسی جمهوری اسلامی، میگفتیم حالا نصف جامعه به حق و حقوقش رسیده. ولی خب خود این زنها نه تنها برای زنها کاری نمیکنن، حتی مردهایی که در درون سیستم هستن برای مردها کاری نمیکنن، بلکه همه و همه در جهت امیال و آرزوهای این نظام توتالیتر مذهبی است. خب من برم روی یک موضوع دیگه‌ای که شما بهش اشاره فرمودید، اونم خب نظام مرد سالارانه، یا این نظام حساب وضعیتی که وجود داره به صورت تاریخی. ما یک نظام اجتماعی و سیاسی مرد سالارانه داریم، این یه واقعیتیه. حالا خب این فقط به حساب میراث سیاسی اجتماعی ما نیست، ما ایرانی ها. مثلا در نظر بگیریم که در اروپایی ها هم سال 1978 زنان سوئیسی به حق رأی دست یافتن و یعنی قبل از اون خب در سوئیس هم یک نظام سیاسی اجتماعی مرد سالارانه بوده. ولی در هر حال در دنیای توسعه یافته یا در کشورهای توسعه یافته دیر یا زود این قسمت رو حل کردن و زنان تونستن به بخش حداقل بتونم بگم اساسی حقوق خودشون برسن. اما حالا برگردیم دوباره به ایران.
راهکار شما برای گذر از این سیستم جا افتاده اجتماعی و سیاسی مرد سالارانه چیست؟ خب شما مثلا مسئول اتحادیه جوانان دموکراتیک کردستان ایران در خارج از کشور هستید. مثلا اگر امکان داره اشاره‌ای به ارگان خودتون بکنید، به سازمان خودتون بکنید، در این زمینه چه قدم‌هایی رو برداشتین؟ اول لطفاً بحث کلی این مسئله رو در رابطه با این نظام اجتماعی سیاسی مردسالارانه، فرهنگی اجتماعی مردسالارانه رو توضیح بدیم که چگونه بشه با این مقابله کرد، و بعد اگه میشه نمونه از سازمان خودتون بیارین ممنون میشم. وقتی که ما میگیم نظام مردسالارانه، خب من اینجا یه سوال مطرح میکنم. نظامی که مرد سالارانه باشه، آیا واقعا فقط زنان هستن که از این نظام ضرر میبرن و تحت ستم هستن؟ نخیر. اصلا نظامی که به پدر من، برادر من و حتی همسر من، دایی و عموی من این اجازه رو میده که در زیر اسم شرف و ناموس منو سر ببرن و منو بکشن و به قتل برسونن، به نظر شما این پدر و برادر من و دایی و عموی و همسر من میتونه یه مرد، یه انسان نرمال باشه در جامعه؟ خب این خودش هم یه قربانی این نظام مرد سالارانه است. این از یه طرف. خب برای همین من تایید میکنم روی این مسئله که مبارزه برای برابری در جامعه باید هم از طرف زن باشه هم از طرف مرد باشه. این یه نکته. نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که خود ما زنها در داخل سیستم باید در این مبارزه‌ای که ضد این سیستم هستش وجود داشته باشیم و حضور داشته باشیم و نگفتن رو یاد بگیریم. در جایی و در زمانی که من میبینم حقم پایمال میشه، چرا باید مبارزه نکنم در این زمینه؟ پس نگفتن به چیزی که، به کسی که، به سیستمی که داره، حالا برادر منه، جامعه منه، نظامی که در کشور دارم، نگفتن رو ما باید اینو یاد بگیریم. و چیز دیگه‌ای که برای من مثل شخص خودم خیلی مهمه اینه که اتحاد زنان در این زمینه. خب اشاره‌ای که کردید خیلی درست و منطقی بود. زنهایی که در کشورهای غرب، الان کشورهای پیشرفته دنیا، میتونم بگم به برابری خوبی در جامعه رسیدن، اینا یک زمانی متحد شدن با هم و در این مبارزه‌ای که باید می‌کردن. خب متحد بودن ما، اتحاد و همبستگی ما زنان در ایران، میتونم بگم یکی از بهترین کارهای ممکن در این مقطع زمانی. خب اصلا نظام رو ولش کن، ما اصلا دارای یک نظام دیکتاتور هستیم که اصلا به زنان نه اعتراف میکنه و نه احترام قائله و نه اصلا ما رو به بخشی از جامعه قبول میکنه. خب وقتی که نظام اینجوریه، خب در زیر سایه این نظام، این دیکتاتور، ما نمیتونیم حقی داشته باشیم. پس در غیر سرنگونی این نظام نمیتونیم بخشی از این جامعه باشیم. مهمترین چیز اتحاد و همبستگی ما برای مبارزه بر ضد این نظام هستش. نکته آخری هم که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که اصلا ما از خودمون شروع کنیم. من زن، همسر من، پدر من، از خانواده خودمون شروع کنیم. این یه واقعیت تلخه. ما در بین پسرها و دخترهامون در زمان مدرنیته دنیا که اصلا کل دنیا به این انجام و به این نتیجه رسیدن که زن و مردها برابر هستن، ما الان هم فرق قائل میشیم، تفرقه قائل میشیم بین پسرها و دخترهامون. خب دختر من نباید این کارو بکنه ولی پسرم میتونه این کارو بکنه. به دخترم میگم حرف نزن، صداتو بلند نکن، تو مبارزه نکن، فقط منم که میخوام این کار. خب ما نمیتونیم به این برابری که شعار میدیم برسیم اگه از خودمون در خانواده خودمون شروع نکنیم. اصلا امروزه ما میشنویم در بیشتر از خانواده هایی که به حساب دیگه در داخل خانواده یک دموکراسی دارن و به حق زنها اعتراف میکنن و احترام قائلن، میگن که خب باشه تو خود خانواده مشکلی نیست، ولی خب فلان کی میگه، نمیدونم اکس چی میگه، اون کی میگه، این کی میگه.
اصلا جامعه این چیزو قبول نمیکنه، ولی ما نمیخوایم بفهمیم که جامعه منم توی اونه، ماییم که داریم این جامعه رو درست میکنیم. اصلا ما از وقتی که من یادم میاد و از وقتی که شماها همه میدونید و مطلعید، ما داریم سرکوب میشیم از طرف نظام و دیکتاتورها. پس چرا باید خودمون رو سرکوب کنیم؟ چرا نباید خودمون از خودمون شروع کنیم؟ تا وقتی که از خودمون شروع نکنیم و متحد نباشیم و مبارزه نکنیم، نمیتونیم این برابری رو به دست بیاریم. به نکات بسیار کلیدی اشاره فرمودیم، واقعا ممنونم. فقط یک سوال هم کردم در رابطه با سازمان خودتون، تا بالاخره خود شما رو هم به محک بزنیم، ببینیم در سازمانتون سازوکار مشارکت زنان، البته خب شما سازمان جوانان یا اتحادیه دموکراتیک جوانان کردستان ایران در خارج کشور هستین. خب جوان زن و به حساب مذکر مؤنث داره. در این زمینه هم اگه نمونه هایی بیارین یا سازوکار ارگانتون چجوریه و تا چه حد زنان مشارکت دارن، حتی اگر نسبتی یعنی درصدی وجود داره، مثلا درصد مشارکت زنان جوانان مذکر نسبت به مؤنث رو بفرمایید، ممنون میشم. ببینید، سازمان اتحادیه جوانان دموکراتیک کردستان ایران، همینجوری که از اسممونم مشخصه، ما یک سازمانی در زیر چتر حزب دموکرات کردستان ایران هستیم. خب اصلا حزب دموکرات کردستان ایران شعارش در داخل جامعه و حتی پرکتیک کردن این شعار در داخل جامعه عدالت و برابری هستش. خب ما مسلماً مثل یک سازمان در زیر این چتر هدفها، فعالیتها و سیاستمون در این چارچوب و زمینه توسعه یافته و تلاش میکنیم در این زمینه. و اما در مورد اینکه اصلا فعالیت زنان و پسران چگونه است در داخل سازمان ما، من میتونم با افتخار بگم که اصلا سازمان اتحادیه جوانان دموکرات کردستان ایران از اون مقطع زمانی که در جمهوری دموکراتیک کردستان تأسیس شد تا امروز بر سر شعارهایی که داریم، آرمانچ‌ها و هدفهایی که ما داریم و تلاش کردیم بیشتر و بیشتر مبارزه میکنیم و یکی از مهمترین چیزهایی که ما در جامعه بهش اهمیت میدیم و فکر میکنیم یکی از ستونهای دموکراسی هستش اینه که دخترها و پسرها مساوی و با حق مساوی بتونن در جامعه حضور داشته باشن و در مبارزه حضور داشته باشن. خب میتونم بگم تا حد بسیار بسیار خوبی در این زمینه موفق بودیم خوشبختانه. امروزه نه تنها فقط در داخل رهبری سازمان ما و در حد عضویت در داخل سازمان ما، در داخل ایران و کردستان هم دختران بسیار زیادی با ما در زیر یک سنگر و در مبارزه علیه این سیستم مبارزه میکنن و خوشبختانه که تونستن اصلا در جامعه‌ای که جمهوری اسلامی تلاش کرده و تا حدی هم موفق شده که یک جامعه عقب افتاده درست کنه، از عقب افتاده از لحاظ کشورهای مدرن دنیا، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی، در این جامعه که یک زن حتی حق نداره که یک انتخاب سفر داشته باشه، دختران کرد در کردستان در کنار سازمان ما و دوش به دوش ماهایی که در خارج از ایران زندگی میکنیم و آزادی بیان و آزادی کار کردن رو داریم مبارزه میکنن. و اما در خود داخل سازمان میتونم بگم که در سازمان ما، در آخرین کنگره ما در سازمان، کنگره نوم سازمان اتحادیه ما، بیش از 65% کنگره به خانم ها و به زنان تخصیص داده شده بود. و اما در رهبری سازمان ما بیش از 40% رهبری سازمان ما به زنها و به خانم ها تعلق شده. بله. بسیار عالی، بسیار ممنون. بریم روی سوال بعدی.
برگردیم به اپوزیسیون. شما به مبارزه و به اینا اتحاد و اشاره فرمودید. برگردیم به اپوزیسیون و مخالفان رژیم، مجموعی که ادعای آزادی، برابری و دموکراسی میکنن. آیا به نظر شما، حالا شما در خارج از کشور هم که تشریف دارین و یک آگاهی نسبتا خوبی نسبت به اپوزیسیون خارج از کشور که در کشورهای دموکراتیک و آزاد هم زندگی میکنن دارین، آیا به نظر شما اپوزیسیون توانسته است که برابری یا مشارکت دموکراتیک زنان و جوانان رو در سازمانهای خودشون فراهم بکنن؟ نظرتون در این رابطه چیه؟ خب ببینید آقای آهنگری، اصلا دموکراسی یک شعار نیست که ما بتونیم در یک ماه پراکندش کنیم و به نظر خودم دموکراسی یک باوره که ما باید در جامعه فرهنگ سازی کنیم. اگه در مورد اپوزیسیون های ایران به کلی حرف بزنم و اصلا به ویژه احزاب کردی، من خب کردم، شاید در مبارزات احزاب کردی بیشتر بتونم حرفمو بیان کنم در این زمینه. خب به ویژه حزب دموکرات کردستان ایران، اگه برگردیم مثلا به 75 سال پیش، در مقطع زمانی که اصلا نه تنها در خاورمیانه، در بعضی از کشورهای غرب هم مثلا حرفی از برابری و عدالت نبوده، در اون زمان حزب دموکرات در جمهوری دموکراتیک کردستان و شخص قاضی محمد سازمان‌هایی برای قشرهای مختلف جامعه به ویژه زنها و جوانان تشکیل داده. خب خود تشکیل دادن این سازمان‌ها از یک طرف مهمی و ضروریت وجود و حضور این قشرها در سیستم و حاکمیت و در کل جامعه هست نشون میده و از یه طرف دیگه نمایان این آزادی و این برابری در میان قشرهای جامعه در اون زمان بوده. خب اصلا بعد از حاکمیت حزب دموکرات در جمهوری کردستان و برگشتن به مبارزه و برگشتن به اپوزیسیون بودن در داخل ایران، میتونم بگم که این تلاش ها برای برابری توسعه یافته و بیشتر ترقی کرده و ما امروزه میبینیم که اصلا زنای کرد دوش به دوش مردان در حالت مبارزه هستند ضد این رژیم و اصلا به غیر از خود حزب دموکرات در داخل ایران، از اساتید دانشگاه ها گرفته تا معلم ها تا بازاریان و از هر قشر جامعه‌ای، از جوانان و از زنان و غیره، میبینیم که اصلا جایگاه خاص خودشون در داخل این حزب و اصلا کلا احزاب کردی دارن خوشبختانه. ولی خب از یه طرف دیگه هم یک واقعیت تلخ هست که ما نمیدونیم ازش بگذریم و این هم اینه که در جواب این سوال شما و از استفاده از این تلفنی که من میتونم صدامو برسونم، میخوام این انتقاد رو بگیرم. خب اصلا ما بعضی اپوزیسیون ها رو داریم که اصلا نتونستن در این زمینه فعالیت کنن و این میدان رو. منظورتون اینجا اپوزیسیون کردی است یا کلا؟ نه، کلا و بیشتر در ملیت‌های دیگر در چارچوب ایران. خب اصلا اگه ما در داخل ایران، من شخصی الان نمیتونم در نزدیک با ملیت‌های دیگه در ارتباط باشم و همکاری کنم، خب من در خارج از کشور زندگی میکنم و اصلا ما مثل سازمان خودمون، به عنوان سازمان خودمون، با خیلی از سازمان‌های جهانی در ارتباط هستیم که سالیان اینا ایونت دارن و فعالیت میکنن در زمینه حقوق بشر. خب در این فعالیت‌ها که ما حضور داریم، من هیچ وقت نتونستم با یک سازمان غیر کرد در این فعالیت‌ها آشنا بشم و حضور نکته بسیار مهمیه. پس میتونم این انتقاد رو بگیرم و به نظر من خب اگر در کلیت ملیت‌های ایران و در نه تنها فقط در کردستان، در کل ایران ما برای این موضوع و در این زمینه مبارزه نکنیم، نمیتونیم به اون هدفی که داریم و اون برابری که اصلا ما در کل ایران این شعار رو داریم که ما برابری و عدالت میخوایم برسیم.
نکته بسیار مهمی اتفاقا این تو ذهنم بود بپرسم که شما جواب دادین و خودتون مطرح فرمودین، این که البته در سطح احزاب سیاسی بین ملیت‌های گوناگون همکاری وجود داره، ولی این نکته خیلی مهمه که تشکیلات و بالا سازمان‌های متعلق به زنان و جوانان ایرانی در خارج از کشور یک شبکه همکاری یا یک فرایند همکاری رو شروع بکنن که به نظر من یکی از نقایص و کمبودهای پازل مبارزه در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی است. واقعا خوشحالم که این نکته رو مطرح فرمودین. امیدوارم که کسانی که این برنامه رو میشنون جوان هستن، زن هستن، در رابطه با چگونگی همکاری کردن با سازمان‌های متعلق به بلوچ‌ها، کردها، ترک‌ها، عرب‌ها، لرها، گیلک‌ها و حتی ادیان، مذاهب و گروه‌های دیگه یک فکری بکنن و یک شبکه همکاری خوبی رو پایه‌ریزی بکنن. این نکته هم اضافه بکنم. خب متاسفانه حداقل در این چند سال اخیری که من خودم در خارج از کشور فعالیت میکنم در سازمان خودمون، ما نتونستیم با سازمان‌های مشابه از ملیت‌های دیگر ایران همکاری داشته باشیم و در این زمینه با هم کار و مبارزه بکنیم. ولی چیزی که برام مهمه اینجا مطرح کنم اینه که سازمان ما با هر سازمان مشابهی که به حقوق بشر اعتراف کنه و باور داشته باشه میتونیم دیالوگ بکنیم و اما در مسئله همکاری کردن هر سازمانی که به حق تعیین سرنوشت ملت کرد و به ویژه حقایق جوانان کرد باور داشته باشه و احترام بگذاره، ما خوشحال میشیم که بتونیم با هم همکاری بکنیم و همکاری داشته باشیم. این چیزی که برای من خیلی خیلی مهمه. و نکته دیگه که خیلی برام مهمه اشاره بکنم اینه که اتحادیه ما همانطور که در حزب دموکرات این واقعیت وجود داره، وقتی که با یک سازمانی همکاری میکنیم و قرار داد میبندیم که میخوایم با هم در یک زمین تلاش و مبارزه بکنیم، در حد الامکان که حقایق ما رو زیر پا نذاشته بشه بر قرارداد و قرار خودمون خواهیم ایستاد و مبارزه میکنیم. خب کلاً من بیان کردم، ولی نکته مهمترش اینه که اگه ما نخواهیم این همکاری و اتحاد رو داشته باشیم و همه با هم این مبارزه رو به دوش بگیریم، نمیتونیم موفق باشیم. طبعا همکاری شما با سازمان‌ها و احزاب و گروه‌هایی خواهد بود که اصول مندرج در منشور حقوق بشر و کنوانسیون‌ها و اصول دموکراتیک رو قبول دارن. طبعا نمیشه که با یک سازمان نژاد پرست یا یک گروه نژاد پرست یا سلفی چه میدونم حالا از این طیف از سازمان ها همکاری کرد. برگردیم به یه نکته‌ای که در مبارزات زنان به صورت تاریخی وجود داشته و شما هم شنیدین و در حتی ازش شاید استفاده کرده باشید. اونم یک اصلی به نام اصل کوتا یا همون تبعیض مثبت. اول نظر شما رو نسبت به این موضوع میخوام بدونم. آیا نظرتون مثبته؟ اگر آری چرا؟ و اگر نه باز لطفاً توضیح بدین. خب در مورد تبعیض مثبت میتونم بگم که ما شاهد این هستیم که اصلا در بعضی از کشورهای پیشرفته هم این سیستم باور دارن و واقعا هم کارساز بوده. ولی مثلا ما خودمون مثل سازمان اتحاد جوانان میتونم بگم که شاید اصلا به این سیستم احتیاج نداشتیم، ولی به نظر ما تبعیض، حالا مثبتش چه منفیش، تبعیض و به نظر ما این میشه پایمال کردن حق کسی بر دیگری. و اصلا همینجور که قبلا هم اشاره کردم در آخرین کنگرس خودمون اصلا حضور زنها در کنگره و حتی در عضویت سازمان ما
حضور بسیار پررنگ و کارساز و خوبی دارن. زن و مرد، حالا اصلا با این موافق نیستم. خب حالا من هر کاری بکنم که یک زن بتونه حکم کنه بر جامعه، شایسته سالاری برای سازمان ما خیلی خیلی نقطه مهمیه. اصلا در بعضی مواقع، مثلا در یک در یک انتخابات آزاد میبینیم که یک زن و یک مرد مثلا 7 رأی کسب کردن. خب وقتی که این تکرار میشه خب باید یکی بیشتر باشه که از انتخابات عبور کنه. خب نه، در این مواقع ما از نامزدهایی که برای انتخابات خودشون رو کاندید کردن درخواست میکنیم که CV بدن و اون CVشون بررسی میشه از طرف اون هیئتی که انتخاب شده برای انتخابات. خب سوابق کاری و مثلا مدرک اونها و تخصص به لحاظ تخصصی دقیقاً که از قبل از تعیین شده کسی که شایسته تر باشه اون باید انتخاب بشه. حالا از این بحث تبعیض مثبت بگذاریم، مادام که اتحادیه جوانان دموکراتیک کردستان ایران یک پلتفرم آزاد برای همه هست و دختران و پسران میتونن در شرکت بکنن و هیچ مانعی وجود نداره. همچنان که در رهبری هم اشاره فرمودین که حدود 40% از رهبری اتحادیه خانم ها بودن یا انتخاب شدن. خب یکم دیگه کار بشه به اون سطح استاندارد خواهیم رسید. برگردیم به خودتون. شما فردی از یک خانواده مبارز هستید، مسئول اتحادیه جوانان در خارج از کشور هم هستید. اگر ممکنه از ایده های خودتون برای بهتر کردن اوضاع، ما همین الان از این که خب عرض کردم که ایدئال نیست، به نظر خود شما با توجه حالا به تجربه مبارزاتی خودتون و خانواده‌تون برای بهبود وضعیت نسبت به زنان و جوانان در تمام سطوح مبارزات و به ویژه رهبری چه ایده هایی دارین خودتون؟ خب آقای کاوه، اگه یکم روشن‌بین‌تر به مسئله نگاه کنیم می‌بینیم خب ایدئال نمیدونم دقیقاً منظورتون چی هست، ولی خب یه نمونه براتون میارم. مثلا در کشوری که من زندگی میکنم، من در دانمارک زندگی میکنم. دانمارک همینجوری که مطلعی یکی از بهترین کشورها در زمینه حقوق زنان هستش. در پارلمان این کشور تنها 37% زنان وجود دارن، در حالی که اصلا اینا اصلا برابری زن و مرد در داخل جامعه میتونم بگم 99% اگه 100% نباشه. و حتی خیلی از فعالین زنان در این زمینه که وقتی که حرف میزنن معتقدن خب برابری به این معناست که تو حق مساوی داشته باشی، نه اینکه یک شماره مساوی داشته باشه. اصلا میتونه 2 سال بعد در دانمارک در همین پارلمان زنا بیشتر باشن خیلی نکته ظریفی. و ما در سازمان خودمون درست همچین چیزی داریم. بعضی وقتا در بعضی از فعالیت‌هایی که داریم اصلا وجود دخترها و مشارکت زنان در این زمینه خیلی بیشتر از مردها بوده. از کورس‌های آموزشی که در داخل سازمان خودمون داریم تا برسه به اصلا فعالیت‌هایی که در داخل کردستان ما داریم. پس این حق مساوی که باید داشته باشیم برای ما برابری، نه یک شماره که میتونه اصلا تغییر پیدا کنه. این یه چیزیه که به نظر من خب درسته اگه ایدئال اون چیزی که من دارم بهش فکر میکنم. نه، من موافق این ایدئال شما هستم. شماره برابر رو ما مبنا قرار ندیم، بلکه یه فرصت برابر، حالا هر جوری هم که شد. ولی آیا قبول داریم که در سطح جامعه، یعنی به طور کلی جامعه سیاسی ایرانی و حتی به ویژه کردستانی، حضور زنان
و جوانان پررنگ نیست. حالا شکایت هایی دارن، گله هایی دارن، ناله هایی دارن، درست یا غلطش کار ندارم. سوال من از شما این بود که آیا اصلا این شکایت ها رو قبول دارین؟ این به حساب نوعی عدم فعالیت یا عدم حضور رو قبول دارین؟ اگر قبول دارین خب چیکار باید کرد؟ ببینید، اصلا ما برگردیم به یک کشور پیشرفته مثل سوئیس. خب ما میدونیم سوئیس الان به این مشهوره که پایتخت دموکراسی. خب در این کشور دموکرات جوانان نه تنها برای پابرجا ماندن دموکراسی تلاش میکنن، بلکه در رتبه‌های بالای حاکمیت هم نقش بسیار مهمی دارن. خب بازم برگردیم به کشور خودمون و به ویژه کردستان که من بیشتر میتونم در این زمینه حرف بزنم. اصلا از صدها سال پیش ما میبینیم که این جوانان هستن که مبارزه میکنن، مبارزه حق طلبانه میکنن در داخل جامعه. خب کی داره مبارزه میکنه؟ و اما برای این مبارزه قربانی هم دادن و حتی جانشون هم دادن در این زمینه. خب در جامعه‌ای، در نظامی که جوانان ما هیچ جایی ندارن، نه حق انتخاب، خب باید ببینیم اونا به حق انتخاب چی میگن، چجوری فکر میکنن در این مورد. حق انتخاب چی هست اصلا از نظر این نظام؟ من میگم حق انتخاب ندارن. دختران ما هیچ حقی در این جامعه ندارن و به غیر نظام سیاسی ما تلاش این نظام در داخل فرهنگ ما جا افتاده. اون چیزایی که میخوان بهش برسن، حالا از قتل‌های ناموسی گرفته، از تبعیض قرار گرفتن در میان زن و مرد گرفته و تا غیره که خودمون روزانه شاهد هستیم. جوانان ما اعدام میشن، تجاوز به زنان، اصلا زندگی شخصی در داخل ایران وجود نداره. در زیر این نظام باید کرد خانم پیری به نظر شما؟ خب همونی که دارم عرض میکنم، من نمیتونم بگم جوانان نقش میتونیم بهتر باشیم. ما هر روز میتونیم از دیروز بهتر باشیم. حتی اگه دموکراسی هم داشته باشیم در داخل کشورمون، خب باید ما آپدیت بشیم. وقتی که دنیای پیشرفته، کشورهای توسعه یافته آپدیت میشن، خب مایی که اصلا به هیچی نرسیدیم چرا آپدیت نشیم؟ پس ما میتونیم خیلی بهتر باشیم، ولی خب الان هم اگه بگم در مبارزه نیستیم، فکر کنم که درست اشاره نکردم، هستیم و نقش پررنگی هم داریم در جامعه، هم زنان هم جوانان، به ویژه در کردستان. ولی خب میتونیم خیلی بهتر باشیم. چه میتونیم بکنیم در این زمینه؟ قبلا هم اشاره کردم. خب وجودمون در جامعه، اصلا حضورمون، اصلا نظام رو ولش کن، نظام که اصلا به من عینی اعترافی نمیکنه. خب اصلا ما این نظامی که باید داشته باشیم در جامعه رو نداریم، ولی خودمون باید چیکار کنیم؟ باید بشینیم همینجوری. خب ما اصلا من حقی ندارم، چرا باید صدامو بلند کنم؟ بیشتر خفم میکنن، بیشتر صدامو میبرن. پس حضور ما در مبارزه بر علیه این رژیم، حتی اگر ناامید کننده باشه و ببینیم اصلا امروز که اصلا رژیم در اون اوجی که باید باشه و قبلا ها بوده نیست، ولی خب اگه بازم ناامید کننده باشه، ما باید وجود داشته باشیم. باید وجودیت خودمون رو با مبارزه‌ای که داریم ثابت کنیم و در غیر این صورت اصلا الان که حقوقی نداریم میتونیم بدتر هم از این بشیم. پس وجود ما در مبارزات خیلی مهم و تاثیرگذار میتونه باشه. حالا زن باشه، مرد باشه، پیر باشه، جوان باشه، وجود ما خیلی مهم. بسیار بسیار موافقم که حضور در میدان معادلات رو عوض میکنه و حالا هر کسی به هر طریقی، در هر حدی، به هر شیوهی، چون واقعا سخته در رابطه با ایران یا در داخل ایران ما بیایم یه نسخه فیکسی بدیم که باید این کارو کرد. ولی تنها اصلی که به نظر من خیلی مهمه باش روش تاکید کرد، اونم اینه که به قول شما باید مبارزه کرد، باید حضور داشت. حالا هر کسی به هر طریقی، به هر شیوهی، در هر حدی که میتونه داشته باشه. به سوال آخر اگه برسیم،
اونم باز برمیگرده به اتحادیه شما در رابطه با جوانان و زنان. شما هم جوانید هم خانومید. یکی از دلایل انتخاب این برنامه با شما این بود که شما مسئول اتحادیه جوانان هستی ولی خب خودتون هم خانم هستی. اتحادیه شما برای آگاهی رسانی به ویژه به جوانان و زنان چه اقدامی انجام داده یا اقدامی کرده و در این زمینه چه راهکاری یا چه مکانیزم هایی راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید برای آگاهی رسانی جوانان ایرانی؟ قبلش هم ما به اپوزیسیون و دیگر سازمان ها اشاره کردیم که متاسفانه این همکاری وجود نداره. حالا اگه به طور کلی در نظر بگیریم چه در سطح خارج از کشور، یعنی جوانان و زنان ایرانی در خارج از کشور و چه در داخل کشور، شما چی پیشنهاد میکنین به عنوان یه ابزار، یک مکانیزم، یه راهکار که جوانان و زنان مبارز یا به تنگ آمده آسی که دارای شور و شعور مبارزه هستن با هم دیگه در ارتباط باشن؟ چه انتظاری دارین که این سازمان ها و انجمن ها و گروه ها، حتی افراد، حتی شهروندهای خارج از سازمان ها این اتحاد و همکاری و همدلی و همراهی رو بیشتر بکنه؟ درسته. اتحادیه جوانان دموکرات کردستان ایران دارای تریبون و آگهی رسانی خودش هست و از جمله میتونم به مجله لاوان یا جوانان اشاره کنم که به صورت ماهانه منتشر میشه. الکترونیکی هم هست، یعنی تو وبسایت هم پخش میشه به صورت بله. فکر کنم بخش فارسی هم داره غیر از کردی. درسته، از دو بخش تشکیل شده، بخش کردی و بخش فارسی. از طرف دیگه‌ای ارتباط ما با عضوهای ما در داخل جامعه هم یکی از میتونم بگم بهترین گزینه‌هایی که ما تونستیم در این زمینه فعالیت داشته باشیم و خوشبختانه بسیاری از این عضوها در داخل ایران خانم هستند. خب از یک طرف دیگه هم دنیای امروزی که سوشیال میدیا تأثیر بسیار بزرگی در جامعه داره، اصلا نه تنها در ایران، بسیاری از شورش‌های کشورهای دیگه هم از طریق همین سوشیال میدیا اتفاق افتاده. هر کسی میتونه داخل خونه خودش یک موبایل داشته باشه، چیز عجیب و غریبی نیست. خوشبختانه امروز همه دسترسی به سوشیال میدیا کار آسونی برای همه شده. ما خیلی تلاش کردیم که در این مورد موفق باشیم و خوشبختانه هم توانستیم که موفق باشیم و بسیار زیادی از عزیزان در داخل کشور در سوشیال میدیا با ما هستن و کارهای ما و فعالیت‌های ما رو می‌بینن و حتی مشارکت می‌کنن. حتی از داخل کشور. حتی از داخل کشور. چیز دیگه‌ای که می‌خوام بگم، سازماندهی در این مقطع زمانی برای ما اصلا همیشه موضوع مهمی هست. سازماندهی، مثلا من میخوام مبارزه کنم ولی چجوری مبارزه کنم؟ این نقطه خیلی مهمه. پس پیدا کردن سازمان ما و دسترسی به سازمان ما کار سخت و پیچیده‌ای نیست. ما میتونیم با هم در کنار هم و به همین آسونی بر ضد یک سیستم مبارزه کنیم و اگر متحد باشیم، در همونجوری که قبلا هم عرض کردم، میتونیم موفق هم باشیم. من یک بار دیگر از همین تریبون و به خاطر درخواست شما هم میخوام این درخواست رو بکنم که متحد بودن ما و همصدا بودن ما و با هم بلند صدای ما میتونه خیلی بهتر از این باشه که من خودم تنهایی و شما تنهایی و شما تنهایی. میتونیم بهتر به اون چیزی که میخوایم و اصلا آسونتر به اون چیزی که میخوایم برسیم و در دنیای بیرون از ایران هم وقتی یک سازمان متحد بودن ما در داخل ایران، چه یه ملت کرد، ملت عرب و ترک و غیره باشه میبینه، خب مسلماً صدای ما بیشتر و متحدتر میتونه در جامعه بیرون از ایران کارساز. یک بار دیگر سپاسگزارم از حضور شما، از وقتی که به ما دادین و همچنین بینندگان عزیز و محترم از این که وقت گذاشتین با ما بودین. بسیار سپاسگزارم از طرف خودم و همکارانم در ندای زاگرس
برای شما بهترین آرزوها رو داریم و تا برنامه دیگر و هفته دیگر بدرود و هر کجا که هستین تندرست و سلامت باشین.